سلام به همه زبان آموزای عزیز. خوش اومدید به ویدیوی 100 صفت پرکاربرد به زبان آلمانی. من نیل هستم و توی کانالم بهتون زبان آلمانی رو به صورت کاملا ساده و رایگان آموزش میدم. بریم که شروع کنیم. خب، موتیش شجاع، موتیش شجاع. فایگه ترسو. تودلیش کشنده. شقکلیش وحشتناک. فقوکت دیوانه. گفیالش خطرناک. قوهیش آرام. اونگوهیش ناآرام. اپتیمیستیش خوشبین. پسیمیستیش بدبین. گدولدیش صبور. اونگدولدیش بی صبر، کم حوصله. گزوند سالم. اونگزوند ناسالم، مضر. قیش پولدار. آرم فقیر. نت مهربان. فقویندلیش مهربان. اونفقویندلیش نامهربان. ویشتیک البته توی بعضی از ایالت ها میگن ویشتیش، جفتش هم درسته، مهم. اونویشتیش بی اهمیت. فقو زود. شپت دیر. لایشت سبک، آسان، ملایم. معمولاً به معنی سبک هستش. مثلا یه وسیله بلند میکنیم، میخوایم بگیم که مثلا سبکه. لایشت. einfach سهل، آسان، یکسره، عادی، معمولی. خب، شویریش سخت، دشوار. شویر سنگین، سخت، دشوار. البته بیشتر به معنی سنگینه. مثلا یه وسیله رو بلند میکنیم و میخوایم بگیم سنگینه. شویر. شتارک قوی. شواخ ضعیف. گلایش مساوی. فشیدن متفاوت، مختلف، گوناگون، جور و جور، همه اینا معنی میده. نه نزدیک. وایت دور. دوم خنگ، احمق. کلوک عاقل، دانا. شنل سریع. لنگزم کند، آهسته، یواش. groß بزرگ. klein کوچک. leise بی صدا، آرام، آهسته. معمولاً به معنای بی صدا هستش، ساکت در واقع. laut پر سر و صدا. schön زیبا. hässlich زشت. attraktiv جذاب.
sympathisch 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 دلپسند دلنشین unsympathisch unsympathisch نچسب beliebt beliebt دوست داشتنی محبوب gut gut خوب schlecht schlecht بد positiv positiv مثبت negativ negativ منفی billig billig ارزان کم هزینه مناسب teuer teuer گران پرخرج süß süß شیرین salzig salzig شور bitter bitter تلخ möglich möglich ممکن unmöglich unmöglich غیر ممکن interessant interessant جالب langweilig langweilig خسته کننده faul faul تنبل به معنی پوسیده و گندیده هم میتونه باشه مثل یه میوه‌ای که مثلا فاسد شده باشه fleißig fleißig کوشا زحمتکش fleißig به معنی پرکار و کسی که فعاله و تلاش میکنه نوی نوی جدید یونگ یونگ جوان alt alt پیر مسن به معنای کهنه یا قدیمی هم هست kurz kurz کوتاه lang lang بلند طولانی erst erst اول letzt letzt آخر genau genau دقیق دقیقاً به معنی درست هم هست richtig richtig درست falsch falsch غلط hoch hoch مرتفع breit breit عریض وسیع پهن یا گشاد breit breit حالا اگه قبل از حرف ر یه دونه ا اضافه کنیم چی میشه؟ میشه بقایت بقایت یعنی آماده حاضر تمام فرتیش فرتیش تمام halb fertig halb fertig نیمه تمام kalt kalt سرد warm warm گرم heiß heiß داغ viel viel زیاد wenig wenig کم modern modern همون مدرن اون مدرن میشه غیر مدرن bekannt bekannt مشهور معروف آشنا آشکار اون bekannt مجهول ناشناس نامعلوم و متضاد قبلیه خب fremd 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 غریبه بیگانه خارجی فوشت فوشت مرطوب trocken trocken خشک nass nass خیس schmal schmal نازک باریک یا تنگ dünn dünn لاغر dick dick چاق fit fit
سر فرم، تندرست. فست، فست. سفت، محکم. لوکا، لوکا. شل، سست، بی‌قید. ارنست، ارنست. به معنای جدی. همونطوری هم که میدونید احتمالاً آلمانی‌ها خیلی جدی‌اند و جدی میشه ارنست. ویتسیش، ویتسیش. شوخ، شوخ طبع. لوستیش، لوستیش. بامزه. کمیش، کمیش. عجیب، مسخره، خنده‌دار. فرشتندلیش، فرشتندلیش. قابل فهم، قابل درک. اونفرشتنلیش، اونفرشتندلیش، اونفرشتندلیش. نامفهوم، غیر قابل درک. منشلیش، منشلیش. انسانی. اونمنشلیش، اونمنشلیش. غیر انسانی. خب کافیه. اگر دوست داشتید که بازم آموزش صفت براتون بذارم برام توی کامنت ها بنویسید و سری دوم 100 صفت پرکاربرد رو براتون آماده میکنم و اگر مایل بودید توی کامنت ها برام بنویسید که ویدیوی بعدی رو هم آپلود کنم. امیدوارم که ویدیوی امروز براتون مفید بوده باشه و کلی چیز جدید یاد گرفته باشید. یادتون نره که برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای آموزشی بعدی، خدا نگهدار.